و این اصلا نگران کننده است. این آمار بالای سرطان در جامعه ما واقعا همه رو اصلا مطمئنا همه شما اطرافیانتون هستن کسانی که سرطان دارن. هنوزم راه برگشتن روزه روشنو دارم. جوون مثل دسته گل، حالا مثل مرسا پاشایی که 30 سالش بوده، آیا مجید بهرامی از هنرمندان تئاتر کشور، اونم سرطان گرفت. این خیلی نگران کننده است. من فکر می‌کنم اگه از این شب تاریک یه جوری دست بردارم، دوستانمون تو مجلس، تو دولت، همه باید دست به دست هم بدن، کمک کنیم آلودگی هوا و هر چیزی که باعث این اتفاق هست. این ما الان هنوزم رد پای من تو برفای زمستونه. بیشترین تعداد سرطان رو داریم در واقع دقیقش بخوام بگم لحاظ افزایش شیوع سرطان ما تو اول داریم تو دنیا. خب اتفاق خیلی اتفاقه. بازم امیدی هست که برگردم به اون خونه. تلخ و ناراحت کننده یک امیدواریم جلوش به حال گرفته بشه. از من مواردی که موجود بشه از چه می‌دونم کودای شیمیایی، کشاورزی و هورمونای دامی گرفته. کمک کن سایه وحشت جوونی ما غرق کرده. فشارهای روحی و استرس و آلودگی وحشتناک هوا و این آب و نمیدونم پالم و همه اینا دست به دست هم بده. ما خیلی به لحاظ این تولید وحشتناک لمس عشق تو همش این گوشه بخ کرده که خودروی سواری بالا رفتن اصلا ترافیکی که ما داریم می‌بینیم و آلودگی هوا که تولید میشه، همه فکر می‌کنم همه زنجیروار به هم در واقع مرتبط. تاریکی مطلق یه روزی راهو گم کرده. از پارازیت و همه اینا خیلی این چیزها هستن که اتفاق میفته. فکر می‌کنم مجلس، دولت همه باید دست به دست هم بدن، کمک کنن سلامتی مردم. فکر کنم مهمترین دغدغه همه مسئول. کمک کن با صدای تو به دنیای تو برگردم. الان هست و انشالله که این اتفاق رخ بده. ما حداقل شاید کاهش سرطان باشیم در کشورمون که واقعا داره ما رو همه رو آزار میده، همه ما رو داره. یه راهی پیش رو بکن دوباره فکر آغازم. رفتن اصلا ترافیکی که ما داریم میبینیم و آلودگی هوا که تولید میشه، همه فکر می‌کنم همه زنجیروار به هم در واقع مرتبط. از پارازیت و همه اینا. میخوام پیروز شم این بار به این دشمن نمیبازم. مهمترین دغدغه همه مسئولان هست و انشالله که این اتفاق از این دوری، از این زندون، از این زنجیر بیزارم. رخ بده. ما حداقل شاید کاهش سرطان باشیم در کشورمون که واقعا داره ما رو همه رو آزار میده، همه ما رو داره چه کاری با خودم کردم، چرا سر در نمیارم.